این موجی جوری راه افتاده بود که من گفتم عیبی نداره، تو سفرم باید این ویدیو رو بگیرم. اوکی، قضیه از چه قراره؟ این که یک نفر میاد همچین توییتی رو میزنه که رفته بودیم موزه هنرهای معاصر برای دیدن آثار پیکاسو و اگه مسخرم نمی‌کنید خندم گرفته. چرا؟ چون مثلا فکر می‌کردم طرف چیزی زده اینا رو کشیده 2000 سال پیش و این حرفا. بعد کاربرای توییتر بعد از حمله به ایشون یه چیزی رو متوجه میشن، اونم این که ایشون لید پروداکت دیزاینر تپسیه. بعد شروع میکنم مسخره کردن لوگوی تپسی، المان هایی که برای نوروز تپسی در نظر گرفته که آره شما اگه لید پروداکت دیزاینری، خب این مثلا هنر واقعیه. پیکاسو اگه هنر واقعی نیست، این هنر واقعیه. دیگه حجمه همینطوری خیلی زیاد شد که آره اگه مثلا شما خارج از کشور بودی اخراج میشدی، تمام آبروی تپسی رفته، همچین حرفایی. ولی بعدش دیزاینرها اومدن گفتن آقا درسته که هر کسی باید یک مقدار درک از هنر داشته باشه، درک آثار هنری رو یک مقدار بفهمه. مثلا حالا اگه تخصص توش نداریم میتونیم نظری ندیم که اصلا آشوب به پا نشه. ولی چیزی که هست اونم اینه که دیزاین اصلا مفهوم هنری نداره. آرت نیست دیزاین، با طراحی متفاوته. یه چیزی که هست، ما تو دیزاین هدفمون اینه که یک محصول کاربردی بسازیم، یک محصول کارآمد بسازیم، یعنی چیزی که بتونیم باهاش مشکلی رو حل کنیم. دیزاین مفهومش خوشگل سازی نیست، مفهومش این نیستش که ما باشیم یک چیزی رو تزیین بکنیم. خیلی خوبه که آدم درک هنری داشته باشه، ولی کسی که دیزاینره حتما لازم نیستش که آرتیست و هنرمند هم باشه. در هر صورت شما نظرتون چیه؟ بهم بگین.